کاشان، خیابان فاضل نراقی. خیابان فاضل نراقی یکی از اون خیابون‌هاییه که خانه‌های تاریخی و مسجدی مثل مسجد آقا بزرگ و خانه‌هایی مثل خانه بروجردی‌ها، خانه آمری‌ها و اینا در این خیابون هست. کاشان با قدمت 7000 ساله نخستین اقامتگاه بشر روی کره زمین بوده. اقلیم کاشان گرم و خشک و کویری میباشه. دیدنی های کاشان مثل باغ فیل یا باغ شاه، بازار که یکی از همین بازارهای قدیمی ایرانه و خانه‌های تاریخی و حمام تاریخی که داخل خود همین بازار است. جمعیتی بین حدود 1 میلیون نفر و یکی از بزرگترین شهرهای استان اصفهان است که قراره به زودی استان بشه. وضعیت جاده و آسفالت از 10 نمره میشه گفت 5 نمره رو میگیره و جاده ورودی به کاشان، همون اتوبان امیرکبیر یا از اون طرف اتوبان خلیج فارس، یکی از اتوبان هایی است که میزان تصادفات داخلش بالاست.